درود دوستان عزیز، ما در مورد ترانسفرهای تابستانی که در آخر ماه آگوست و ماه سپتامبر برگزار شده بودند برایتان معلومات میدهیم و نخست از آن میگویم که دیوی کلاسن را آیاکس به پول به اینتر جواب داد. بدون اینکه در امستردام با فوتبالباز 30 ساله شرطنامه را قطع نمودند، اینتر همانا با او قرارداد زیر نقشه یک جمع یک بست. خود آیاکس باشد عاید خریداری نیمه حمایتگری منتخب نروژیا سیورت مانسورگ از مولده با نرخ 6 میلیون یورو اعلان نمود و جانبها شرطنامه 5 ساله بستند. سسکای مسکو هم با امید آن که در فوتبال روسیه از پاده کفا نماند، برزیلی نو را شامل تیم کرد. این هم خلوین 22 ساله است که به 5 سال آمد و رقم ماریو فرناندس را صاحبی کرد. خلوین از سال 2019 تا به حال در اتلتیکو پاراناینسه برآمد میکرد. آیاکس اگر به پول به اینتر بازیگر فرستاد، PSV باشد برای عوض 15 میلیون یورویی برایش رکوردی ایروینگ لاسان را از ناپولی باز پس آورد. یادداشت میکنیم ناپولی این بازیگر را سال 2019 از PSV با نرخ 45 میلیون یورو خریده بود، مبلغی که برای هر دوی جانبها رکوردی دانسته میشد. در این کاری سودایی باشد PSV 30 میلیون برد کرد و ناپولی اینقدر مبلغ ضرر دید. در انگلیس باشد شفیلد یونایتد بار دیگر جیمز مکاتی 20 ساله را از من سیتی به اجاره گرفت. آمار عبارت از 9.3 در 37 بازی اخیرا به آن رسانید که مالکان شفیلد دوباره 60 در همان یک دریافت بیندازند. از دو تغییرات سیویلیا در پایان نیمه شب ترانسفری هم نباید فراموش کرد. اسکار رادریگز 25 ساله تا انجام موسم نوین به اجاره به خطافه روان کرده شد. با اسامه ادریسی مراکشی باشد اندلوسی ها شرطنامه را قطع نمودند. نفری که از سال 2020 تا به حال همگی 17 بازی گذرانیده است، значит پرابلم خالی بوده است. شامر نیکلسون اینو در کار برای اباسکال نیز از کفای مکسیمیلیان کافریه با فوتبال فرانسوی رفت. بازیگری سپارتاک را کلرمون به اجاره گرفته در صورت بازی موفق میتواند پورا بخرد. در اساس نقشه نوبتی اجاره چلسی منسون برستو به چمپیونشیپ رفت. حمله‌ور 20 ساله را ساندرلند به اجاره گرفت بعد آنی که او در پرمیر لیگ انگلیا دبیوت کرده بود و دو بازی هم انجام داده بود. ابراهیموویچ میلان اگر پیر شده باشد، ابراهیموویچ باواریا نوجوان است و بهر کسب تجربه به ایتالیا روان است. به گفته دیگری آریون ابراهیموویچ 17 ساله را باواریا تا انجام موسم به اجاره به فرازینونه فرستاد. بازیگری دیگری زیادتی در چلسی برای پچیتینو کالوم هاتسون ادایی گردید که با نرخ 3.2 میلیون پوند استرلینگ از جانب ناتینگهم فارست خریده شد و با شرطنامه 3 ساله هم مکافاتانیده شد. انگلیسی 22 ساله نیمه دوم موسم قبلی را در بایر گذرانیده بود. دوادو بازاری اتلانتا باشد در روزهای اخیر 3 نتیجه داد. دو دفاعگر به اجاره رفتند. نیگریوی 22 ساله میم اکال یک موسم در فرازینونه گذرانیده. فرانسوی 21 ساله برندن ساپی به ترینو رفت. به اتلانتا با طریق اجاره شویدی 23 ساله امیل خولم آمد. اریک تن هاگ هم دید که به ماگوایر دیگر نمی شود و در بازار کلی چیز قیمت است. با دفاعگری 35 ساله جانی ایونز به 1 سال شرطنامه بست. فوتبال بازی منتخب ایرلندی شمالی دستپرور امیو بوده. از سال 2006 تا سال 2015 سربازی صادق دیوانی سرخ بود و 3 قهرمانی پریمیر لیگ انگلیا را هم دارد. 5 موسم اخیر باشد صفی لستر را ایونز حمایت میکرد. اینها بودند 11 گزارش‌های ترانسفری تابستانی که ما درباره آنها گفتیم. درباره ترانسفرهای دیگری سپری شده بعدا خواهیم گفت. خیر.